أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الله سبحانه و تعالی در این سوره به ما و شما بیان میکند: ای مردم، از پروردگارتان بترسید، همان ذاتی که شما را از یک تن آفرید و همسرش را نیز از او آفرید و از نسل آن دو مردان و زنانی بسیار پدید آورد و از پروردگاری که به نام او از یکدیگر درخواست میکنید تقوا داشته باشید و از خویشاوندان با خبر باشید و از قطع صله رحم بترسید. بیگمان الله سبحانه و تعالی همواره مراقب و نگهبان شماست. الله سبحانه و تعالی در این آیه برای ما و شما 4 چیز را بیان میکند. اول این که امر نمودن به ترس از ذات خودش، زیرا پروردگار ماست. دوم خبر الله بزرگ بر این که حوا علیه السلام را از آدم علیه السلام خلق کرده است. سوم واجب بودن صله رحم چون امر الهی است. چهارم اثبات نام الرقیب، یعنی الله سبحانه و تعالی همواره نگهبان و نظر کننده برای ما و شما است. از این خاطر آن ذات فقط لایق عبادت و پرستش است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.